ما بیایم کاری بکنیم که خودمون بازار و مسجد و ماش آمبولانس و کار اینا رو به آتش بکشیم برای اینکه مثلا مدیریت کنیم جامعه رو. سازماندهی اراذل اوباش سازماندهی میکنن، حتی مسلح میکنن. کی از اینا استفاده میکنن؟ زمانی که مردم یه اعتراض معقولی دارن، اعتراض حقی دارن علیه این طبقه اشراف، اینا میان آتیش میزنن، درگیری درست میکنن، بلوا درست میکنن، زمینه های برخورد خشن با مردم معترض رو فراهم میکنن. یه گروه های سازمان یافته، لباس شخصی، امنیتی، ناشناخته میریختن آتیش میزدن، درگیری درست میکردن، تیراندازی میکردن تا زمینه های برخورد خشن با متن مردم که حقوق خودشون رو مطالبه میکنن فراهم بکنن. مگه ممکنه ما بیایم کاری بکنیم که خودمون بازار و مسجد